حدود 1400 مکتبخانه 9 مکتبی شهر روغون برای 5 سال آینده با نان گرم و غذای سرویتامینی رایگان تامین می شوند. چون این شرایط را برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد با نصب کارخانه خرد نانپزی و پیشنهاد آرد رایگان برای شاگردان مکتب‌های روغون فراهم آورد. قسمی از پول برنامه را دولت روسیه از طریق برنامه جهانی غذایی سازمان ملل می دهد. ما می‌فهمیم که بر اضافه تأمین خوانندگان با مواد خوراکه، فراهم ساختن شرایط تهیه غذای سالم از این مواد ضرور است. کارخانه خرد نانپزی تنها در یک مکتب شهر روغون نصب شده. همین کارگاه 8 مکتب دیگر را با خلب گرم تامین می‌کند. هر روز از این کارخانه خرد 90 دانه خلب گرم به خوانندگان 9 مکتب شهر فرستاده می شود. یک دانه خلب برای 7 خواننده در نظر گرفته شده است. کارخانه مذکور بخشی از برنامه بزرگ برنامه آذوقه جهانی است که با هدف جلب کودکان به مکتب سال 1999 شروع شد. در اساسیاسیون والدین آموزگار هست که آنها با اختیار خود برای فرزندان خود برای خوراک گرم تامین کردن کمک خود را می‌رسانند با طریق پیشنهاد کردن آذوقه و با طریق پیشنهاد کردن مقداری معینی مبلغ که برای فرزندان آنها روانه کرده میشن. این جمع به همین برنامه آذوقه‌واری جهانی کمک شده در همبستگی خوراک کالری‌ناک برای خوانندگان همین زمینه تحصیلات تامین کرده میشن. هدف برنامه مذکور یک تلاش برای تشویق والدان برای فرستادن فرزندانشان به خصوص دختران به مکتب است. با گفته سازمان ملل در مکتب‌هایی که با نان گرم تامین می‌شوند، دوامات خوبتر از مکتب‌هایی است که با غذا و نان تامین نیستند. خود معلمان هم برای اجرای این برنامه جلب شدند. یعنی همه کارکنان آشخانه ما آنها کورس خواندن، سمینارها خواندن و در همون سمینارها طرز پختن همین خوراکات، طرز تیار کردن نان همه با پررگی آموزانده شد. از طریق همین برنامه آذوقه‌واری همه درس خواندن و از روی همون برنامه تیار میکنن. با مساعدت سازمان ملل 360,000 خواننده 2,000 مکتب تاجیکستان با غذای سالم تامین می شوند. تحقیقات طبی در کشور نشان داده است که کودکان زیاد بنابر استعمال غذای ناسالم کمرمق از نظر جسمی و عقلانی درست انکشاف نمی یابند.